خب سلام رفیقا. من اومدم دوباره. هیچی، میخواستم از این چند روزی بگم که حالم بد بود. خب دیدین که فعالیتی هم نداشتم، حالم واقعا خراب بود بچه ها، هم از طرف اتفاقاتی که بیرون از خانه و کاشانه داره میفته، هم دیگه بالاخره مشکلات خونه خودمونم که هست دیگه. خب این سری من نتونستم جلوی این مشکلات مقابله کنم، حالم خیلی بد بود، افسردگی گرفته بودم. بعد شوهرم فکر میکرد من دعا کردن. خب پوفیوز میگفتم بابا من حالم بده. ببین مثلا از بس که هی شوخی نمی‌کنی راه میری، میگه لطف مکرر حق مسلم میشه، اینجوری شده بود. اینا فکر میگن هر روز من باید بزنم و برم تو بزنم برقصم. خدای من الان چند ساله هر روز صبح قبل از این که زیر چایمو روشن کنم و مثلا بخوام صبحونه بخوام یا حرکت دیگه بزنم، اول یه موسیقی خانم هایده اون شاداشو میذارم، بعد شروع میکنم حالا به رقصیدن و بعد کارامو انجام میدم و باز کارامو صبحونه بچه‌ها که میدن دوباره یه میرقصم، بعد دوباره بعد کار دیگه‌مو انجام میدم. الان یه هفته هست خدایی اصلا این کارو نکردم، این حالشو نداشتم. بعد این بنده خدا فکر میگه منو طلسم کردن، جادوم کردن، چرا دعام کردن. بابا بهش میگم بابا مرد ولمون کن، من حالم خوبه، چرا اینجوری میکنی؟ نه چرا یه کاری که تو اینجوری نبودی، تو اینجوری نبودی دیگه. هی بحث و بعد دیدم این بحث تموم نمیشه دیگه، گفتم باشه بریم هر گوری میگی بریم. ما رو دستمون گرفت بردیم اون پیش دانویزی، پارکینگ بود. خب یه پارکینگ بزرگی بود. بعد یارو هم سایه است، یارو هم یه بغل وایس اون بغل پارکینگ برای خوش اتاقی زده بود. بعد توی این پارکینگ منشیش نشسته بود. خب بعد شلوغ، یعنی مثلا ما ساعت 10 رفته بودیم، مثلا اونا از ساعت 6 صبح مثلا نوبت گرفته بودن. خب بعد منشیه بعدش به شما گفتش که این ما نوبت نداریم برای امروز دیگه. شما گفت امروز یه نوبت بهش بدین دیگه، این حالش بده فلان اینا. با اصرار همسر خانم لطف کرد گفت بعد از اون نوبتشه. گفت حالا چقدر میخوای بگیری هاش خانم؟ بعد بعدش گفتش که بستگی داره به کارتون چه لوازمی لازم داره چه چیزی. گفتم من میخوام برم لوازم چی میخوای حالا چقدر میخوای بگیری اینو بهم بگو. گفت از 350 شروع میشه به بالا، حالا بستگی داره که تو چقدر لوازم ببری. بعد اصلا اینقدر اعصابم به هم نریخت، کلا اعصابم خورد بود. بعد دیگه اعصابم بیشتر خورد کرد دیگه، شروع کردم با بحث کردن بهش. بعد واسه گفتم چیه دکون دستگاه رو انداختی واسه یه ذره کاغذ میخوای از ما پول بگیری فلان کنی، با چیز وسیله میخوای بدی، پول وسیله حساب کنی فلان. این بحثم شد. اینجوری دوستانه صحبت نکردم، یه جور دیگه غیر دوستانه صحبت کردم. بعد یهو دیدم شهر میگه ساکت. و بعد به منشی شهر میگه ببخشید من دلت میخوام این حالش بده. گفتم نه اتفاقا من حالم خوبه، تو حالت بده که اومدی جای اینا پول خرج این آدمو بکنی. بعد دیگه آدم‌ها دیگه نشسته بودن، بشین دخترم حالت خوب میشه. گفتم چه؟ ما اومدیم اینجا چند بار دعا گرفتیم به خدا سید دستش شفاست، دستش خوب میشه، خیلی مریضا اومدن اینجا شفا پیدا کردن، حالشون خوب شده فلان اینا. گفتم خب یه امامزاده هم اینجا بزنین دیگه، یه سایه شفا میده. بعد هیچ دیگه. بعد من خیلی اعصابم خورد شد. بعد غیر دوستانه رفتار کرده بودم. بعد یه آقا سید از تو بلند داد زد، گفتش که به مشیش گفت خانم بفرستین خانم بیاد تو، ایشون اورژانسیه حالش خوب نیست، از مریضای دیگه هم که منو میخوام بدون نوبت بفرستن تو. بعد آقای دکتر دانویز ما رو بدون نوبت قبول کرد. بعد رفتیم تو نشستم. بعد شوهرم بهش گفت ببخشید سید این حالش بعد چند وقتی اصلا کلا تو خونم نرمال نیستش. بعد اینقدر دست شوهرم ناراحت بودم. بعد بعدش یارو گفت خب اسمت چیه دخترم، اسم مادرت چیه؟ گفتم مگه تو جنمن کنار نیست قضینا بپرسی که اسم من ننم چیه؟ چرا عمم میپرسی دیگه؟ بعد خودت اینجا چیکاره ای؟ بعد یه جور نگاه کرد که شوهرم جوابش داد و اینا رو گفت. بعد نشست اسمامون رو ضرب کرد، جدول بس جوری کرد. و یه چیز دیگه هم بگم بچه، این سیدی که اونجا نشسته بود با کت شلوار نشسته بود. خب بابا مگه دعانویس حرمت نداره یک لباسی مثلا حالت عبایی یه چیزی یک با کت شلوار مثلا پشت میز نشسته بود؟
گفتم خوب ساخته دیگه پول مردم به اینا. بعد شروع کرد به دانه نوشتن اینا. بعد هی سر کتاب مثل که یک کتابی داشت از این کتابا تیکی پاره بود، باز کرد آره اینو نمیدونم من راه دور جادوش کردن طلسم کردن. بعد گفتم راه کجا دور تو کجا میبینی آقا سید؟ این کوچه بغلی، محله بغلی، شهر، کشور کجا دوره؟ طرف کیه؟ نه ما فقط در حد محدود میتونیم بگیم. گفتم که دیگه فوشم هم نمیاد. هیچ. بعد اینجوری که گفت بعدش براش گفتش که به شما گفت این زن تو طلسم بدی کردن. حالا من من تو کار دعام این دعا رو می‌نویسم، اگه حالش خوب شد فلان شد که هیچ، اگه نشد بعد بیای اینجا من به آدرس 2 تا طلسم بندو بدم، این اونجا طلسمشو باز کنی. این طلسمه اگه باز نشد با دعای من. ببین مثلا برای خودشون راه فرار هم میذارن پروفیوزا. خب مثلا اگه حالش خوب نشد همینجور کسخل مسخل بود بعد برو فلان کن. بعد هیچ دیگه ما اومدیم بیرون. اگه با شهر مثلا ناراحتی پیش اومد دیگه اصلا به هم دیگه اومدیم خونه و دیگه خوابیدم دیگه. از امروز به خودم گفتم راه حالتو خوب کن تا این نبردت پیش یه طلسم با یه چیزی بهت نبسته. بیا درستش کن ما راه دیوانه قانه کنم. دیگه از صبح پا شدم سعی کردم حالمو خوب کنم، مثلا با بچه‌ها خوب رفتار کردم و فلان و اینا. حالم به حالت نه مثل قبلا ولی نرمال تر از روزای قبل. تو این یه هفته اخیر من یه 2-3 کیلو کم کردم. خب انقدر از روحی روانی به هم ریخته بودم. بعد حالمو خوب جلوه دادم. بعد شهرمون دیدی جادت کردن، دیدی یارو خوبت کرد، اگه نمیرفتی الان میمردی، دیدی الان مرده بودی. گفتم مردی که پویود. من خودم دیشب که میخواستم بخوابم تصمیم گرفتم حال خودم رو خوب کنم. بعد تو اومدی به من میگی یارو برای دعا نوشتی حالت خوب شده؟ آدمای بی عقل ببین. و حالا این خوبه. چند وقت پیش خواهر شوهرم اومد خونمون، بعد میگفت یه بیبی هستش با چیزا در ارتباطه با مرده ها. میگم عکس مردت میذاری جلوش، بعد بهت میگه که مثلا مردت انتظارش از تو چیه. گفت هر 2 ماهی من میرم جاش، بعد بین 1 تومن تا 2 تومن پول میگیره یارو که مثلا بگه از مردت چه خبره. پوفیوز مرده مگه حرف میزنه؟ اصلا با مرده کی میره ارتباط بگیر؟ اصلا با عقل جور در میاد؟ تو خدا یعنی ازتون خواهش میکنم مثلا سمت این چیزا نری. نه چرت پرته. یه کاغذی بهتون میدن، یه برگی بهتون، حالا یه حدسیجاتی همینجوری الگی بلغور برای خودشون میکنن بهتون میگن، بعد حالا یکیش از اون 1000 تاش اگه درست باشه میگی نه این دیدی این خوب مثلا پیش بینی کرد، دیدی ها فلان کرد. این کاغذی که به تو میده انرژی خودته که میذاری رو اون کاغذ، میگه اون داده، بعد کار راه میفته. یا مثلا یک دعای برای یک شخصی میگیری یا مثلا برای یه جای میگیری، خودت داری انرژی رو اون کاغذ میذاری که منتقل میکنی میدی به طرف یا این و اون. انرژی درون خودتونه داره کارگیری میکنه. اون کاغذه، اون دعا نویسه، اینا همه چرت پرته. اونا هیچ کاری برای شما نمیکنن. وقتی هم اگه مثلا اون کارتون مشکلتون حل نشه برین جای طرف و هم داره میگه شما خوب عمل نکردین، شما خوب فلان نگه، هی دورتون میدن. یقین باور درونی خودتونه که به یه جای میرسین. چرت پرتا رو خود بچه رها کنین. بیشتر ببین اون طرف خودش بار منفی داره که تو اون کاغذ میذاره به تو میده، بار منفی اونو میارین تو خونه‌تون، بعد حالا انرژی خودتون هم کارتون انجام میشه ولی بار منفی اون اومده تو خونه شما. رهاشین. براتون بچه همیشه آرزو بهترینا رو دارم. تنتون سلامت، دلتون خوشحال. برای منم انرژی مثبت بفرستین که اینا برای من نه طلسم بگیرن. خب حواستون باشه. خداحافظ.